من گاتفرید مارتنز هستم. من کشیش کلیسای انجیلی لوتری تثلیث شتیگلیتز برلین در آلمان هستم. ما در جماعت کلیسایمان در سالهای گذشته شاهد این بوده ایم که همیشه به صورت روزافزون افرادی از ایران و افغانستان که قبلا مسلمان بودند از طریق ما راه ایمان به عیسی مسیح را پیدا کرده اند. در ابتدا تعدادشان بسیار اندک بود، اما سپس بیشتر و بیشتر شدند. در حال حاضر بیش از 1200 اعضای سابقان مسلمان به کلیسای ما تعلق دارند. آنچه که بیش از پیش مشوق اعضای کلیسای من به ایمان مسیحیت است، بینشی است که ایمان مسیحی همانند آنچه که در اسلام است یک دین نیست. موضوع در همه ادیان از این قرار است که انسانها مجبورند کاری انجام دهند تا به خدا برسند و نجات یابند. حرکت همیشه از انسانها به خدا منتهی می شود. البته اعضای کلیسایمان در زندگیشان تجربه کرده اند. من موفق نمی شوم با اعمال نیکم به خدا برسم. همیشه در این مورد ناکامم. و چه می شود اگر من در این مورد بی نتیجه بمانم؟ و یا چیز دیگری غیر از جهنم در انتظارم است؟ ولی این افراد در میان من پی برده اند که ایمان مسیحی دقیقاً برخلاف همه ادیان است. در ایمان مسیحی موضوعی نیست که ما چیزی در قبال خداوند مجبور باشیم انجام بدهیم، بلکه خود خداوند همه چیز را برای من انجام داده و انجام میدهد. حرکت از ما به خدا منتهی نمی شود، بلکه از سوی خدا به ما منتهی می شود. او به ما هدیه ارزانی می کند. او هر کاری را برای من می کند تا نجات یابیم، تا ما جاودان بتوانیم با او باشیم. اما خداوند مشخصاً با ما چه کار می کند که او به سوی من می آید و به ما هدیه می دهد؟ او بدین گونه انجام می دهد که او با کلامش با ما تکلم می کند، که او در فضل تعمید ما را به انسان جدیدی تبدیل می کند، که او با خون و جسم پسرش به ما توفیق می دهد و می گذارد که ما با او یکی شویم. در سالهای گذشته این موضوع توجه ما را جلب کرده که راجع به اطلاعات ایمان مسیحی آنچه که در اینترنت به زبان فارسی یافت می شود بسیار اندک در موردش صحبت می شود که چطور خداوند کاملا واضح با کلامش در فضل تعمید و اشرفبانی به سوی من می آید. ضمناً این بسیار مهم است که ما بفهمیم خداوند کجا و چگونه می خواهد با ما ملاقات کند و به ما هدایا ارزانی کند. ما در کلیسای لوتری من دقیقاً همیشه در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم و اکنون از طریق ویدیوهایی که به این روش انجام می دهیم می خواهیم همین کار را بکنیم. اینها مقدمه اطلاعاتی در مورد ایمان مسیحی هستند که ما در زمانهای آتی می خواهیم پخش کنیم. ما در کارمان به این موضوع پی برده ایم. ما با افراد فارسی و دری زبان نیاز داریم که خودشان ایمان مسیحی را در کلیساها بتوانند تدریس کنند. بله، افرادی که خودشان بعدها به عنوان کشیش بتوانند انجام وظیفه کنند. تعداد کثیری از ایرانی ها و افغانستانی ها برای ایمان مسیحی علاقه نشان می دهند. بنابراین ما در آینده به همکاران زیادی احتیاج داریم. در آینده می خواهیم با آنان الهیات را به صورت تعرفه های آنلاین آموزش دهیم تا آنان را برای همکاری در جامعه مسیحی در سراسر دنیا آماده کنیم. پیام این که خداوند چگونه ما را ملاقات می کند و نه اماتش را شامل حالمان می کند قدری عظیم است که همه انسان ها در سراسر جهان باید به آن پی ببرند. در این مجموعه ویدیویی می خواهیم به این امر کمک کنیم. باشد که عیسی مسیح سرورمان همه شما را که این ویدیوها را می بینید فراوان برکت دهد.
آمین.